باورهای غلط بدنسازی دقیقاً مثل این میمونه سالها تو مسیر اشتباه بودی. نه تنها به هدفت نمیرسی بلکه انرژی و انگیزت هم هدر میره. امروز میخوایم راجع به 4 تا از رایج‌ترین باورهای غلط بدنسازی با هم صحبت کنیم. باورهایی که اگه همین امروز درستشون نکنی نه تنها رشد عضلات متوقف میشه بلکه ممکنه نتیجه عکس هم بگیری. پس تا آخر ویدیو با من باش تا بهت بگم کجای کارو داری اشتباه میری. سلام رفقا، من علی ام و با یه ویدیو آموزشی دیگه از کانال از صفر تا عضله در خدمتتونم. امروز میخوام یک بار برای همیشه این باورهای غلط رو از بین ببریم. بریم که با هم داشته باشیم. اولین باور: تمرین بیشتر مساوی است با رشد بیشتر. همیشه اینو شنیدیم، زیاد کار کن تا زودتر نتیجه بگیری. ولی تو بدنسازی این قانون برعکسه. وقتی تمرین میکنی در واقع داری فیبرهای عضلانی تو تخریب میکنی. درسته این تخریب لازمه، ولی رشد فقط وقتی اتفاق میفته که بدن فرصت بازسازی کافی داشته باشه. اگه بدنت فرصت استراحت کافی ندی، وارد حالت تمرین زدگی یا همون اوورترینینگ میشه. توی این حالت ترشح هورمون‌های آنابولیک مثل تستوسترون میاد پایین و ترشح هورمون‌های کاتابولیک مثل کورتیزول میره بالا. توی این حالت بدن دیگه سراغ ساخت عضله نمیره، چون هنوز درگیر آسیب‌های قبلیشه. بذار راحت‌تر بهت بگم. تمرین بیش از حد مثل این میمونه که هر روز بخوای یه زخم رو دوباره باز بکنی. خب مسلما معلومه چی میشه. اون زخم یا هیچ موقع خوب نمیشه، یا اگه هم قرار به خوب شدنش باشه، پروسه درمانش 2 تا 3 برابر طول میکشه. اینو یادت باشه، کلید رشد عضله ترکیب تمرین با ریکاوریه. اگه قرار بود تمرین زیاد نتیجه بده، من شبا هم تو باشگاه میخوابیدم. دومین باور غلط اینه که میگم بدون مکمل نمیشه عضله ساخت. یکی از بزرگترین بازارهای بدنسازی بازار فروش مکملاست. ولی اینکه بخوای به خودت تلقین بکنی که بدون مکمل نمیشه کاملا غلطه. اینو همیشه از من یادت باشه. مکمل‌ها ابزار کمکی هن، نه جادوگر. بدن ما برای رشد پروتئین رو به آمینو اسیدها تبدیل میکنه و جذب میکنه. براش هم هیچ فرقی نداره که این پروتئین از سینه مرغ اومده یا از پودر وی. مکمل‌ها همونجوری که از اسمش مشخصه یعنی تکمیل کننده. یعنی چی؟ یعنی موقعی به کارت میاد که تو نتونی پروتئین مورد نیاز یا مواد غذایی مورد نیاز خودتو از غذای روزمره دریافت بکنی یا شرایط زندگی خاصی داشته باشی. مشکل اینجاست خیلی‌ها فکر میکنن با خرید مکمل کار دیگه تمومه. در صورتی که اصل ماجرا تو آشپزخونه و خواب درست اتفاق میفته. پس اول تغذیت رو درست بکن، بعد اگه لازم بود مکمل اضافه. سومین مورد: سوزش عضله بیشتر، تمرین موثرتر. بعضیا فکر میکنن تا حس سوزش تو عضله‌شون احساس نکنن تمرینشون فایده نداشته. ولی باید بهت بگم سخت در اشتباهی. حس سوزش عضله حین تمرین معمولا به خاطر تجمع اسید لاکتیکه که به خاطر فعالیت شدید ایجاد میشه. این حس ممکنه تا چند دقیقه بعد تمرین هم طول بکشه، اما رشد واقعی عضله بیشتر به فشار مکانیکی روی عضله و پارگی میکروسکوپی فیبرهای عضله بستگی داره. بعضی وقتا یه تمرین علمی و اصولی ممکنه اون حس سوزش رو ایجاد نکنه، ولی اثرش روی رشد عضله عالی باشه. پس دنبال پیشرفت باش، نه فقط حس لحظه‌ای. چهارمین مورد اینه که هر روز تمرین دادن شکم و کاردیو سنگین مساویه با سیکس پک. به جرئت میتونم بگم یکی از پرطرفدارترین اشتباهاتی که تو همه باشگاه‌ها میشه دید اینه که فکر میکنن اگه هر روز کاردیو سنگین بزنن و شکم کار کنن، عضلات شکمشون زودتر در میاد و بدنشون خشک‌تر میشه. عضلات شکم هم مثل بقیه عضلات برای رشد نیاز به استراحت داره. اینی که هر روز عضلات شکمت رو تمرین بدی فقط باعث خستگی و ضعف اون عضله میشه. از طرف دیگه هم عضلات شکمت دیده نمیشه مگر اینکه درصد چربی بدنت رو بیاری پایین. باور کن اگه قوی ترین عضلات شکم هم داشته باشی، وقتی درصد چربی روی شکمت زیاد باشه هیچکی هیچی نمیبینه. پس به جای این کار عضلات شکمت رو مثل بقیه عضلات هفته 2-3 بار تمرین بده و تمرکزتو بذار روی کاهش درصد چربی بدنت و سلام. خب تا اینجای کار 4 مورد از این باورهای اشتباه رو مرور کردیم. ولی هنوز 4 مورد دیگه از این باورها مونده که بعضیاشون از اینا هم حتی اپیدمی ترن. پس قسمت دوم این ویدیو رو از دست نده، چون اونجا قراره بهت بگم چه باورهای اشتباهی باعث میشه نتیجه تمرینت کمتر بشه و دیرتر نتیجه بگیری. سابسکرایب یادت نره، اون زنگوله رو فعال کن که وقتی قسمت دومو گذاشتم اولین نفری باشی که میبینه. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودی. تا ویدیو بعدی هم تمرینتو جدی بگیر.